در حال حاضر 10 ایستگاه آتش نشانی به همراه چند دستگاه خودروهای پشتیبانی شامل بالابر، نردبان، تانکر آب، خودروی تنفسی و فوماتی که خودروی کاملا تخصصی هست به محل اعزام میشن. در کمتر از 7 دقیقه نیروهای ما به محل میرسن. زمانی که میرسن این بازارچه به وسعت حدود 2000 متر که میگن حدود 200 تا غرفه کوچک و بزرگ توش داشته با انواع مواد که غالبا هم خودشون میگن بیشتر پوشاک بوده، اما صداهای انفجار کوچک و بزرگی میشنویم به خاطر کپسول ها و اسپری ها و سیلندرهایی که داخل همین مرکز نگهداری شده تو غرفه هایی که وجود داشته. در همون دقایق اولیه که بچه‌ها رسیدن کل سقف‌ها و دیوارا تخریب شده. ببینید همه با ورق‌های شیرگونیه، اینا مقاومتی نداره. با کوچکترین حرارت ما تخریب میشه و از بین میره. خوشبختانه تا به این لحظه خبری از مصدوم نیست. امیدوارم که در آینده در ادامه هم همینجوری باشه. تا به الان موردی از مصدومیت نداشتیم. یک تا از همکارای خودمون دچار مصدومیت‌های جزئی شدن. عوامل شهرداری منطقه و سایر نیروهای امدادی در محل هستن. از چند طرف عملیات رو تو دقایق اولیه آغاز کردن. خوشبختانه الان همه اعضا رو خودم رفتم بررسی کردم. تو مرحله کامل لکه‌گیری هستیم. عملیات کاملا تحت کنترل هست. خطر سرایت در اطراف دیگه اصلا وجود نداره. سنتی